سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به کانال نوب بوی. اسم من آرشه و من امروز اومدم با معرفی 5 تا از بهترین بازی‌های ایندی گیم پس. برای افرادی که نمیدونن بازی‌های ایندی به چه بازی‌هایی گفته میشه، بازی‌های ایندی به بازی‌هایی گفته میشه که با افراد کمتر و بودجه‌ای محدودتر ساخته میشه و هیچ کمپانی یا ناشر بزرگی ازشون حمایت نمیکنه و مستقلن برای خودشونن و متعلق به کمپانی خاصی نیستن. بازی فراستپانک یک بازی سروایوال استراتژیه. شما باید طی مدت 38 روز یا 39 روز فکر میکنم توی یخبندان که هم خودتون هم شهرتون هم مردمتون گریبانگیر سرما شدن ازش نجات پیدا کنید. When we end up with next to nothing, we don't do what we believe is right, but we believe what we do will make us right. It is not shelter nor food that brings us consolation. It is hope that makes us grow. Hope that there is more of us, and if not, that we are enough. بازی بالدورز گیت که همتون شنیدین. اخیراً هم که خبرش اومد و متای 97 گرفت و شدیداً سر و صدا به پا کرد. بازی بعدی که میخوام معرفی کنم دقیقاً تو سبک بالدورز گیته. اگه شما هم طرفدار بازی بالدورز گیت 3 هستین، پس این بازی رو از دست ندید. Rangers, this is the Patriarch of Colorado speaking. Thank you for agreeing to help me. I believe this partnership will be beneficial to both of us. You will bring my fractious children to heal, while I will ensure the continued existence of your organization. Just be warned. Your trip to Colorado will not be easy. Gangs and cults watch the passes and prey on the unwary. You will have to fight to reach us. Here comes the pain train. Us, you must, Rangers. We have a war to win. Are you washed in the blood of the Lamb? سلام بچه اومدین. ببینید بازی بعدی که میخواستم براتون معرفی کنم یک عنوان اول شخص فایتینگ یا مبارزه‌ای هست که خاطرات جنگ‌های قرون وسطا رو براتون زنده میکنه.
ببخشید عذر میخوام، داشتم تو ژاپن تمرکز میکردم. بازی بعدی که میخوام براتون معرفی کنم یک بازی سامورایی 2 بعدی هست به اسم ترک تو یومی. 恐れの主とは我のことよ、じじい。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。いや、大きいぞ。恐れなどに屈せぬ。ここで何が起きたというのじゃ。آیا از کشته نشدن همسر خود و فرزند خود رنج میبرید؟ این بازی رو ببینید. You heard the song, old friend? No, I ain't gonna sing it. Go kill the man outside Grackle, dead on the plain, but he wasn't a man, and he sure wasn't slain. Now a shadow follows me, a menace on the wind, lurks there in my dreams, sure to kill me in the end. But I've got promises to keep before I'm laid to rest. My irons, they hunt shadows, 'cause I was born in the weird west. Mighty brave coming out here, old friend. Brave. Or foolish. خب بچه‌ها، اینم پارت اول 5 تا از بازی‌های برتر گیم پس تو ژانر ایندی. امیدوارم همونقدر که من از این بازی‌ها لذت بردم شما هم لذت ببرید. اگه فکر میکنید که این ویدیو براتون مفید بوده، لایک کنید، زیر همین ویدیو کامنت بذارید و اگه دوست داشته باشید که عضو چنل من بشید، کافیه دکمه سابسکرایب رو بزنید. تو پارت بعدی بازی‌های ایندی میبینمتون.